سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم حالتون عالی باشه و خوب باشین. اومدیم گردونه تورنرو لجند رو زدیم و اینکه تست و بررسیش هم آخر ویدیو داریم. بریم ببینیم که گردونه چجوری بود و چی است. خب بچه‌ها، بریم این تورنرو بریم اولین گردش رو بزنیم ببینیم چی میده بهمون. چرا نسبتا گردونه خوبیه، نه نسبتا که من خیلی خوبه، نسبتا نداره، خیلی خوبه. و اینکه من واقعا آرزوشو داشتم و اینکه خیلی وقت بود نیومده بود دیگه، واسه فکر کنم نزدیک 3-4 سال شدم، همین 3 سال نزدیک دو بعد 2-3 سال نیومده، 3 ساله. اینکه من خیلی منتظرش بودم، یعنی من از 2 سیزن پیش یعنی از سیزن پیش که فهمیدم گردونش قراره بیاد سی پی رو زدم و نگه داشتم تا این گردونه رو با هم دیگه بزنیم و یه اسنایپ دیگه به اسنایپامون اضافه بشه تا اینکه ببینیم چی میشه. این گردونه دوتاییه، یعنی کلا هرچی بخوایم بگیم باید دوتاشو بگیریم. از تکی هم میشه ولی خب دوتاشو باید بگیرین. خب بیشتر در میاد، اولوش 6000 خورده‌ای سی پی میخواد برای گردونه و اینکه واقعا خیلی دوستش دارم. تستش هم داریم آخر ویدیو، ببینیم که چی میده. گردش 3 تا مونده به آخر، بزنیم اون چی میده. نه گانه. خب بریم این اسکین رو بگیریم و که گان رو فکر نمی کنم بده. بله اسکین رو داد، بریم دیگه، بریم گانم بزنیم و بالاخره تورنرو لجند اسنایپای دیگه عضو شد، یعنی زدیمش، اضافهش کردیم به اسنایپای دیگه اکانتمون و اینکه بریم تست و بررسیشو ببینیم. خب عشقای من، بریم یه دوئل داشته باشیم ببینیم چی میشه. واقعا اسنایپ گادیه، چی جوری هستش. عاشق صداشم، واقعا عاشق صداشم. خب بریم که کیل اول اینا رو بگیریم ببینیم چی جوریه این گان. این کیل اول، کیل دوم، کیل سوم. چه اسوان ترپی میگیره امیر وایتی. واقعا نکنین، ارزش خرید داره. درسته تو این دور زمانه سی پی گرون شده، اینکه نمیشه سی پی زد، ولی اگه پول دستتون هست بهتون پیشنهادش میدم این گانو و اینکه بین بزنین و اشغالشو برا کنین و همه رو ببخشید من گلوم گرفته و همه رو رنده کنین باش. دوستان من یکم صدام گرفته است و زیاد نمیتونم حرف بزنم. همینجا ویدیو از شما خداحافظی میکنم و میریم ادامه ویدیو رو با آهنگ فانک میبینیم. دوستتون دارم خیلی زیاد، عاشقتونم. فعلا خداحافظ.
va detrás. Suelta el miedo.